اگه پوستت بعد از لیزر و لایه برداری پر از التهاب و جوش میشه، این ویدیو مخصوص توه. من امروز میخوام تجربه‌مو درباره یکی از معروفترین کرم‌های ترمیم کننده ایرانی باهاتون به اشتراک بذارم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سلام دوستای قشنگم، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. من مهسا هستم، خیلی خوش اومدید به کانال من. امروز میخوام درباره کرم ترمیم کننده سیکاسل از برند لایسل باهاتون صحبت کنم. اگر پوست شما بعد از اصلاح، لیزر یا پاکسازی دچار التهاب و قرمزی میشه، این کرم میتونه خیلی خوب به شما کمک کنه. خود برند لایسل میگه که این کرم برای انواع پوست طراحی شده و شما به راحتی میتونید هر روز ازش استفاده کنید. این کرم ضد آلودگیه و تمرکزش بیشتر روی ترمیم و بازسازی سلولهای پوست صورت و بدن ما هستش. بافت این کرم خیلی سبک و زود جذبه و به راحتی روی پوست صورت ما پخش میشه. اصلا احساس چربی و سنگینی روی پوست ما نمیذاره. بوی فوق‌العاده ملایمی داره و شما به راحتی میتونید زیر میکاپ هم از این کرم استفاده کنید. حالا بریم ترکیباتی که داخل این کرم هست رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولیش سیکا هستش. سیکا ماده اصلی کرم‌های ترمیم کننده هستش. التهاب رو خیلی زود از بین میبره. برای کسایی که جای جوش و قرمزی دارن خیلی عالیه و باعث ترمیم و بازسازی سلول‌های پوست صورت و بدن ما میشه. دومین ماده‌ای که داخل این کرم هستش ویتامین B5 هست. ویتامین B5 آبرسانه و وقتی ما بعد از لیزر، اپیلاسیون یا شیف کردن این کرم رو به صورت و بدنمون میزنیم، ویتامین B5 جلوی تحریک پوست ما رو میگیره و همینطور باعث التیام پوست صورت و بدن ما میشه. ماده بعدی که داخل این کرم هستش آلانتوئین هستش. این ماده یه نرم کننده طبیعی هست و به صورت خیلی ملایم سلول‌های مرده پوست صورت ما رو از بین میبره بدون اینکه احساس خشکی یا زبری روی پوست ما بذاره. این کرم پر از آنتی اکسیدانه و از پوست صورت شما در برابر گرد و غبار و آلودگی خیلی خوب محافظت میکنه. اگر شما تو شهرهای آلوده زندگی میکنید، این کرم میتونه بهتون خیلی کمک کنه. ترکیب بعدی که داخل این کرم هستش عصاره آلوورا هست. آلوورا تسکین دهنده و خنک کننده پوسته و اگر عاملی بخواد برای پوست ما حساسیت ایجاد کنه، خیلی زود اون حساسیت رو آلوورا از بین میبره. من اگر بخوام تجربه‌مو از این کرم بهتون بگم، اینجوریه که پوست من جزو پوستای حساسه. هر وقت اپیلاسیون، شیو یا لایه برداری انجام میدادم، خیلی زود پوستم دچار قرمزی و التهاب میشد. ولی وقتی بعد از شیف کردن این کرم رو به صورتم زدم، دیگه خبری از سوزش و قرمزی و التهاب نبود. حدوداً 2 هفته من این کرم رو استفاده کردم و نتیجه مثبتی که دیدم این بودش که اون لکه هایی که به خاطر جوش های صورتم ایجاد شده بود روی پوستم رو خیلی خوب درمانش کرد. نحوه استفاده کردن از این کرم اینجوریه که شما باید اول صورتتون رو با یه شوینده ملایم بشورید. بعد از تونر یا آبرسان استفاده کنید. دوباره این کرم رو به صورتتون بزنید. فقط اگر زخم باز دارید به هیچ عنوان مستقیم روی زخم نزنید و حتما هم باید هر روز از ضد آفتاب استفاده کنید. خیلی از من میپرسن که آیا واقعا این کرم ارزش خرید کردن داره یا نه؟ من باید بهتون بگم که بله، به خاطر کیفیت خوب و اون نتیجه مثبتی که روی پوست صورت و بدن ما میذاره، این کرم واقعا ارزش خرید داره و همینطور قیمت خوب و اقتصادی که داره، چون قیمتش نسبت به کرم‌های خارجی خیلی ارزون تره. امیدوارم که شما این کرم رو تهیه کنید و نتیجه های خیلی خوبی رو ازش بگیرید. دوستای عزیزم، به آخر ویدیو رسیدیم. مرسی که وقت گذاشتید و تا آخر ویدیوی منو نگاه کردید. لایک یادتون نره، کانال منو حتما سابسکرایب کنید. هر سوالی داشتید برای من زیر همین پست کامنت بذارید، خیلی خوشحال میشم. اگر همین ویدیو رو دوست داشتید حتما برای دوستانتون هم بفرستید. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی هم خدا نگهدار.